آزادی واقعی زمانی شروع میشه که ما انتظاراتمون رو از روی دیگران برداریم. احتیاجاتمون، هر چیزی که هست، خودمون باید فکر بکنیم که باید برآورده کنیم. روزی که از کسی انتظار نداشته باشیم و احتیاجاتمون رو بتونیم خودمون بر عهده بگیریم، حالا هر چقدر با سختی و مشکلات و با هر گرفتاری، اون روز خیلی حس بهتری داریم. چرا؟ چون نه برده کسی میشیم، نه بنده کسی میشیم، نه دنبال کسی راه افتادیم. منتظر نباشیم. اومد، نیومد، شد، اگر نشد خب نشد. اون روزی که انتظارم و امیدم رو از دیگران از دست میدم، خیلی احساس بهتری دارم و خیلی احساس بهتری میکنم تا اینکه بخوام همش از دیگران انتظار داشته باشم. من از هیچ کس انتظار ندارم الان برای من فرش قرمز پهن کنن، یا اینکه ماشینمو دم در پارک کنن، یا حتی جواب سلاممو بدن. روزی که تو زندگیتون انتظار دارید از پا در میاد. آدم منتظر مضطرب میشه، همش استرس داره، همش آشفته است و در نهایت خشمگین میشه. انتظار نداشته باشید که کسی یه لیوان آب بده دستتون یا یه تیکه نون بذاره جلوتون. چرا؟ چون شما برده و بنده اون آدم میشید و در نهایت شما رفتید تو بازی اون آدم. ما به دنیا اومدیم تا با پای خودمون راه بریم، با زبون خودمون صحبت کنیم و در نهایت با مغز خودمون فکر بکنیم و نتیجه بگیریم. این یعنی دنیای واقعی.